نه یک مردم، نه یک خلق چنین فرهنگ، چنین رسم، چنین رسوم، چنین آیین داشتند که ما داریم، بخصوص مردم کوهستان بدخشان. و به سبب این رو خدیر ایام و به سبب این رو شاگون بهار و گماند و دیگر نام‌ها ندادند. نه فقط برای تازه کردن دلها، تبریک میدونید، از خانه و از کوچه و از محل و تا جمهوری آباد کردن است. و در بعدش ما تن صحت، خانه آباد و برای تشکیل نمودن این چهره بینی در چنین سطح بلند تشکر صمیمی خود را اظهار دارم. شاگون بهار را به شما و کل ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان مبارک میگویم. به همه شما زندگی شیرین، سبزی، خرمی و رشد و کمال را تمنا دارم. شاگون بهار میگویم.